سلام. جمعه که گذشت من از پایان نامه دکترام دفاع کردم. پایان نامه دکترای من راجع به پخش بیماری ها روی شبکه‌های پیچیده بود. همونطور که میدونید لیسانس و فوق لیسانس من توی فیزیک بود. بعدا اومدم دانشگاه آلتو، دانشکده علوم کامپیوتر و دکترامو اینجا انجام دادم و به خاطر اینکه کار ما هم عموما بین رشته‌ایه میتونیم توی دانشکده‌های مختلف این کار رو انجام بدیم. به هر تقدیر پروژه من توی دکترا تموم شد. پایان نامه دکترای من رایگان و آزادانه در دسترسه. میتونید روی صفحه شخصی من دانلودش کنید. پایان نامه من دو بخش کلی داره. بخش آخر که مقاله هایی که تا آخر دکترا نوشته بودم همه یک جا جمع شده و قبل از اون چند فصل آموزشیه. ایده من از نوشتن این پایان نامه این بوده که وقتی آدم ها که حداقل های لازم رو بلدن این چند فصل رو میخونن تقریبا بتونن اون ریسرچی که تهش انجام شده رو دنبال کنن. پایان نامه من تقریبا خلاصه یک کتاب این شکلی شده، حدوداً 200 صفحه است و همونطور که بهتون گفتم این اوایلش توضیحات راجع به فصل اولش اینجوریه که یه مقدمه خیلی کلی روی روش‌های ریاضی روی اپیدمیولوژی میگه، مدل‌های بخش‌بندی رو معرفی میکنه، خوبیاشون رو میگه و آخر سر میگه که خب کجای کار میلنگه. فصل بعدش میاد راجع به شبکه‌ها حرف میزنه، سعی میکنه مدل‌های مختلفی از شبکه‌های تصادفی رو معرفی کنه که برای کووید خوبن و همینطور ادامه داره. فصل بعد هم میاد این دوتا رو با هم ادغام میکنه. امیدوارم هر کسی به این چیز علاقه داره از خوندن تز من یه چیز خوبی گیرش بیاد. خوب و خوش باشین و امیدوارم سال نو سال خوبی باشه براتون.